روزی مولا نصرالدین در بازار راه می‌رفت که مردی جلو آمد و گفت: مولا، شنیدم تو هر سوالی را می‌توانی جواب بدهی. مولا لبخندی زد و گفت: امتحان کن. مرد پرسید: اگر جواب سوال من را بدهی، 1 سکه به تو می‌دهم، ولی اگر نتونستی جواب بدهی، تو باید به من 2 سکه بدهی. مولا سرش را خاراند و گفت: بسیار خوب، اما اگر من هم سوالی پرسیدم و تو نتونستی جواب بدهی، تو باید 10 سکه بدهی. مرد با اعتماد به نفس قبول کرد. مولا پرسید: اون چیست که صبح با 3 پا راه می‌رود، ظهر با 2 پا و شب با 4 پا؟ مرد فکر کرد، اما نتوانست جواب دهد. 10 سکه داد و گفت: خب، حالا جوابش چیست؟ مولا گفت: نمیدانم و 2 سکه به او داد. مرد حیرت زده شد و گفت: تو که جواب را نمیدانستی. مولا خندید و گفت: اما من بیشتر از تو زرنگم. نتیجه، همیشه زرنگتر بودن به معنی بیشتر دانستن نیست، گاهی فقط یعنی بهتر فکر کردن.